روز معمولی که داشتم خیلی بی هدف اینستاگراممو چک میکردم، چشمم به یه استوری جالب از دوستم خورد. دوستم تو این استوری گفته بود 4000 توکن از سایت فریپیک داره که یه سایته که تصویرسازی هوش مصنوعی انجام میده و بعد ازمون خواسته بود یه چیزی بنویسیم که هوش مصنوعی از روی اون چیزی که نوشتیم یه تصویر درست کنه. با خودم فکر کردم عجیب ترین ایده‌ای که به ذهنم میرسه رو بگم تا ببینم هوش مصنوعی چی باهاش میسازه. پس نوشتم یه مگس و یه قورباغه که عاشق همن و توی سفینه فضایی زندگی میکنن. وقتی دوستم تصویری که هوش مصنوعی ساخته بود و استوری کرد، حسابی ناامید شدیم. شما ببین آخه این کجا شبیه ایده من بود؟ آخه الان کجا این قورباغه و مگس عاشقم به نظر میرسن؟ تصمیم گرفتم خودم ایده‌مو تصویر سازی کنم و شروع کردم تو همین دفتر درب و داغونم. وقتی داشتم کلاسمو گوش میدادم اعداد اولیه‌اش رو زدم. بعدش شروع کردم تو گوگل دنبال تصویر رفرنس بگردم. اول از همه به تصویر یه زوج نیاز داشتم. بعدش نوبت تصویر قورباغه بود. قورباغه رو که سرچ کردم عکس کلی قورباغه چندش و گوگولی به چشمم خورد. آخه کی فکرشو میکرد قورباغه انقدر گوگولی و تو دلبرو باشه؟ نگاه قیافه رو. بعدش هم که به تصویر یه مگس و یه سفینه فضایی نیاز داشتم. بعد از اینکه تصاویر مورد نظرم رو پیدا کردم شروع کردم به طراحی حالت فیگورها. بعد از طراحی فیگورها طبق اون ایده اولیه و تصویر ذهنی که داشتم شروع کردم ویژگی‌های قورباغه و مگس رو به این فیگورها اضافه کنم. برای اینکه ادامه ویدیو و اینکه نهایتاً تصویر سازیم چه شکلی شد و ببینین لطفاً پیجمو فالو کنین که پارت دومم بذارم. تا پارت بعدی خدا نگهدار.